فاصبر، الله به پیامبرش میفرماد ان وعد الله حق، یعنی میگه وعده من حق. حالا درسته که در ناراحتی هستی ولی تا آخر عمر تو سینه زنی نمی‌کنی. واستغفر لذنبک، از گناهان خودت هم آمرزش بخوا. عجب، به پیغمبر خدا میگه که از گناه خود آمرزش بخوا. اینم خلاف عقیده شیعه است. طبعا ما معتقد هستیم که پیامبر ما معصوم بوده در ابلاغ وحی، ما معتقد هستیم که انسان ما حافظ شده بوده، اما معتقد نیستیم که در زندگی خصوصی ممکن است دچار خطا نشده باشه. به دلیل اینکه دلیل ما تو احادیث خود داریم، این آیه که دلیل است، دلیل عینی تو احادیث خود داریم که یک دختری از دخترای زنای صحابه پیش پیامبر آمد. پیامبر یک دعایی کرد، دعاش یادم رفت، نمیدونم سر چی، به این دختر دعایی کرد. دختر که مثلا به عمر دراز نشه، چیزی شبیه به ناچون، حالا حدیث یادم نیست، تو ذهنم نیست. میگم یعنی یه دعایی کرد که دعا به حق اون دختر درست نبوده. دختر رفته خونه گریه کنن که پیغمبر به من این دعا رو کرده. دخترک بوده، کوچیک بوده، ولی میفهمید دیگه. مادرش اومده با ادب گفته یا رسول الله، این یتیمه من فکر میکنه تو علیش دعا کردی. گفت فلانی تو خبر نداری که من با خدای خود عهد بستم. حضرت پیامبر میفرماد به اون زن صحابیه که پریشان دست پاچه اومده که دعای پیغمبر که قبول میشه، گفت مگه تو خبر نداری که من با خدای خود عهد بستم که اگر کسی رو دعایی بد بکنم و چی نباشه، اون مستحق این دعا نباشه، یعنی از خدای خود قبلا خواستم که اگر من یکی رو دعایی بد گفتم بود مستحق این دعا نباشه، خدا اون دعا رو تبدیل به چی کنه براش، دعای خوب کنه. از خدای خود اینطوری خواستم از قلب، پس تو ناراحت نباش، پریشان و نگران نباش. یعنی انسان بوده، ما اینو میگیم. اما شیعه میگه از شکم مادر اینها معصوم بودن، در هر اموری معصوم بودن و این فضیلت برای پیغمبر نیست، فضیلت برای امام نیست. وقتی که من تو شکم مادرم میدونستم این سوالای کنکور چیه، من دیگه دکترام بشم و نمیدونم فوق دکترام بگیرم، هیچ به درد نمیخوره دیگه، چون که من از اول خدا به من همه چی رو یاد داده بود، من خودم زحمت نکشیدم. ما اینو نمیگیم. ما چرا میگیم که اسم پیامبر اومد درود بفرستید؟ برای اینکه میگیم زحمت کشیده حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، زحمت بی‌پایانی کشیده. لذا اینم خلاف عقیده شیعه است و میبینید که در آیه 55 هم از شیعه حرفی میزنه که خلاف عقیده شیعه است. بریم یکم پایین‌تر. در آیه 56 بیارید لطفاً. الله کسایی رو بد میگه. اونا کی هستن؟ ان الذین، آن کسانی که یجادلون فی آیات الله و غیر سلطان اتاهم، میگه کسایی که در آیات خدا مجادله میکنن، یعنی قبول نمیکنن. حالا من آیه برات آوردم که خدا پیغمبرا رو باید حتما کمک کنه، این بیاد یه بحث کنه برای من، یا بگم که پیغمبری نبود که از شکم مادرش معصوم باشه، بیاد با تو بحث کنه. این جدال در آیات خداست. آیات خدا واضحه. دلیلش میگه چیه؟ میگه بعد از که آیات خدا اومد این مجادله میکنه، قبول نمیکنه، ان فی صدورهم الا کبر، اینا میگه مغرور هستن، فقط میخوان کار خودشون بکنن، ما هم ببالغه. فاستعذ بالله انه هو السمیع العلیم. اینا میگه به کبر خودم نمیرسن، به غرور خودم نمیرسن، ولی از اینا به خدا پناه ببر که اینا شیاطین هستن. خداوند میبینه، خداوند میشنوه. پس اینجا هم ما میبینیم که شیعه همه آیات خدا رو مجادله میکنه. اگر با آیات خدا مجادله نمیکرد، سجودی که اینجا نمینشست از هر صفحه قرآن که دلیل نمی آورد، یا اگر دلیل می آورد و چرند پرند میگفت، یک آخوندی میومد جوابش میداد. یک صفحه نه، دو صفحه نه، سه صفحه نه، 100 صفحه نه، 200 صفحه نه، 300 نه صفحه نه، 400 صفحه نه، 473 صفحه و ما به شما وعده میدیم اگر خدا به ما عمر داد تا 604 هم ما هر صفحه دلیل بیاریم. خب حالا ما برای اینکه اثبات کنیم که اینا بی دلیل حرف میزنن، شما کلیپ 4 و 5 اتاق فرمان یکی یکی نمایش بدید. طرف مرد، بدنش سرد شد، تربت ریختن تو دهنش، زنده شد. طرف دستش درد میکنه، آب تربت میالن، خوب میشه. همه خاکی، حرام خوردنش، خوردن خاکی کربلا، به نیت شفا همین. بابا ان کلامنا ان حدیثنا صعب مستصعب، یعنی تو اینقدر فهمیدی با همین تربت میشه از فرش به عرش رسید، با خاک کف پای امام حسین میشه از خاک به افلاک رسید. کافیه تو بوی حسین بگیری، نه بوی خاک کف پای حسین بگیری، ما دیگه نمیذاریم رو زمین بمونی، تو حیف. خب این جدال در آیات خداست. خود حضرت حسین قرآن نمیشناسه، خود حضرت حسین حتی به گفته شیعه ها، نه به گفته ما، جزو اون مؤمنانی نیست که
خدا بهش مدد کرده باشه تو دنیا. میگه بعد از مردن خاکشو بخورید شفاست. مرده رو زنده میکنه. میگه این مجادله در آیات خداست به غیر دلیل است. مریض باشه میگه با آب بذار تو دستت خوب میشه. نمیدونم خاک پاش میگه تو رو به افلاک به عرش میرسونه. در حقیقت داره به الله جل جلاله توهین میکنه. حسین یک مخلوق از مخلوقات خداست. اینطوری که شما میگید حتی لیوان آب نمیتونسته بچه‌ش بده. اینطوری که شما میگید، اینطوری که شما ذلیلش کردید، حتی نتونسته زن بچه خودش حفظ کنه. اینطوری که شما میگید ما نمیگیم که لختشون هم کردن، زنا رو طلاهاشون رو گرفتن، لباساشون رو کشیدن. اینطوری که شماها میگید خبیثات ملعونا. ما چطوری مرد خاکش نمیدونم اینجوری میشه، زندهش که کاری نکرد که، زندهش که زیر سم اسبا رفت که، سرش که بریده شد که، از این شهر به شهر دیگه بردن سرشو، سر نیزه به قول شما. پس این همونه که در آیات خدا مجادله میکنن چون که مغرور هستن، کبر دارن، میخوان همه کار خودشونو بکنن. از اینا میگه خدا فرموده از آخونده به خدا پناه ببر. پس به اینا از خدا پناه نبردیم که بلا سرمون اومد.